میخواید یه غذای گیلانی خوشمزه که با برگ سیر و تخم مرغ درست میشه براتون درست کنم؟ پس با من همراه باشید. اون تخم مرغ، برگ سیر، برنج، ادویه، زردچوبه، فلفل، نمک. برگ سیر هستش که به این صورت دسته‌ای میکنم و میشورم و به این صورت خوردش میکنم همه رو، نه زیاد ریز نه زیاد درشت. سیر رو که خورد کردیم میریزیم داخل تابه. این برگ سیر تو فصل پاییز خیلی طرفدار داره توی شمال، بسیار باهاش غذای خوشمزه درست میکنن که یکیش اینه سیرویچ هستش، یکی هم خورش سیرقلیه هستش. ما کمی تفتش میدیم که آبش کم بشه. سیر رو که داخل این ریختم کمی تفت دادم که کمی آبش کم بشه، یکی دو قاشق روغن داخلش میریزم، کمی دوباره تفتش میدم. تفت خوردش من زردچوبه، کمی فلفل، خیلی کم، با نمک کمی میریزم. اگه شما برگ سیر نداشتید میتونید تو فصل پاییز که برگ سیر تو تهران هم هستش میتونید از اون قسمت های نازکش استفاده کنید و به این صورت برگ سیر درست کنید، یا از تره بگیرید، تره رو خورد کنید، با کمی سیر رو رنده کنید یا له کنید داخلش و درست کنید. خب برنجم که خیس کردم به صورت کته میذارم پخته بشه. کمی روغن هم اضافه میکنیم به برنج، در برنج رو میذاریم تا جوش بیاد. سیر رو ما به این صورت سرخ میکنیم، کمی باید بیشتر از این سرخ بشه. بچه‌ها من ماهی ها رو تو کیسه فریزر بسته بندی میکنم، بعد در میارم میریزم توی کاسه، کمی آب روش میریزم، 5 دقیقه بمونه بعد میشورمش. من برنج و ماهی رو شستم، ریخت گذاشتم توی این کاسه چینی یا استیل. آب برنجم هم تموم شده، به این صورت وسطش رو باز میکنم، ماهی رو میذارم داخلش، احتیاجی هم نیست آب بریزید، با بخار خودش پخته میشه. حرارت رو کم میکنیم میذاریم تا دم بکشه. خب بعدم کمی که برگ ما سرخ شد من نصف استکان آب داخلش میریزم، میذارم کمی برگمون پخته بشه، درش هم میذارم به مدت 5 دقیقه رو حرارت کم. خب بعد از 5 دقیقه من در سیر رو برمیدارم، برگ سیرم کمی تفتش میدم، دیگه تخم مرغ میزنم. خب ما میتونیم از 2 تا یا 3 تا تخم مرغ استفاده بکنیم، دیگه اون دوست داشتن خودتونه. من 3 تا تخم مرغ زدم بهش. ببینید ماهی دودی ما به این صورت با بخار برنج داره آماده میشه و پخته میشه. کمی که تخم مرغ ما گرفتهش، تخم مرغ رو به این صورت بازش میکنیم، بعد با کم کم با برگ سیرمون قاطی میکنیم. میتونیم توی مرحله یک کمی هم در بذاریم ولی احتیاجی نیست. خب سیرویچ ما آماده شده، ببینید تخم مرغاش قشنگ پخته شده، نمک و فلفلش رو تست میکنید، بعد زیرش رو دیگه خاموش میکنیم. غذای خوشمزه گیلانی ما آماده شد. سیرویچ بسیار عطر و طعمش بلند شده، بسیار خوشمزه است. این هم کته ما با ماهی دودی. الان توی ظرف سرو میکشم. خب ما غذامون رو تو ظرف سرو میکشیم. غذای بسیار خوشمزه است. رو کتتون میتونید کرم بذارید، بسیار خوشمزه میشه. خب کته ما آماده شد. من ماهی دودی رو برمیدارم، خیلی داغ هستش. برنج خب کترم توی این دیس برمیگردونیم. کته خوشمزه ما آماده شدش با زیتون و ماهی و خیار و با درار هستش و آب و کته خوشمزه.
غذای خوشمزه گیلانی ما آماده شده. بسیار راحت درست میشه، فقط با تره برگ سیر و تخم مرغ. حتما درست کنید، بسیار خوشمزه است. ممنون از اینکه همراه من بودید. غذای خوشمزه‌مون رو یه تست کنیم ببینیم چجوری شده. از این سیربیجا میریزیم، کمی هم ماهی دودیمون که درست شده. از جایی به عنوان مزه است، کمی استفاده میشه ازش. اینا رو همه رو با هم دیگه یه کوچولو ماهی دودی هم روش میذارم. بفرمایید، میشه جونتون.